سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان. با جلسه 15 از آموزش اصطلاحات پزشکی در خدمتتون هستم. این جلسه مثل جلسه‌های قبل می‌پردازیم به ادامه مبحث پرفیکس‌ها و می‌خوایم در مورد پرفیکس‌های درجه یا شدت صحبت بکنیم. اولین پرفیکس هایپر هستش. هایپر معناهای مختلفی داره. در کل به معنی اضافه یا افزایش یافته به صورت ابنورمال هست. over, excess, abnormally high یا increased افزایش یافته. مثالی که براتون زدم هایپرتنشن هست. یک مثال خیلی ملموس. فشار خون بالا. هایپر پرفیکس به معنی بالا یا زیاد. تنشن به معنی پرشر هست. های بلاد پرشر بیشتر از 140 روی 90 میلیمتر جیوه رو فشار خون بالا محسوب میکنن. پرفیکس متضاد هایپر هایپو هست. هایپو به معنی under, below, abnormally low و decreased هست. به معنی کاهش یافتن به صورت ابنورمال هست. مثالی که براتون زدم هایپو ونتیلیشن هست. ونتیلیشن به معنی تهویه یا breathing هست. نفس کشیدن. هایپو ونتیلیشن به معنی کاهش تهویه هستش. breathing is too slow or too shallow یعنی تنفس خیلی آرام بشه یا عمقی نباشه، سطحی باشه. دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش میتونه در واقع مشکلات عصبی یا عضلانی باشه، آسیب به نخاع باشه، اضطراب باشه. همه این شرایط باعث میشه که سطح اکسیژن به اندازه کافی نباشه و در واقع اکسیژن کافی به بدن نرسه. دو تا پرفیکسی که در اینجا براتون قرار دادم پرفیکس اولیگو و پلی هست. پلی به معنی تعداد زیاد هست اینجا many or much. مثالی که براتون زدم پلیداکتیلی هست. داکتیل به معنی فینگر هست، انگشت یا دیجیت هم معنی میشه. پلیداکتیلی به فردی اشاره داره که انگشت‌های اضافی در دست‌ها یا پاهاش قرار داره. معمولاً عواملی مثل بیماری‌های ژنتیکی، افرادی که سندرم داون دارن ممکنه که پلیداکتیلی داشته باشن. عکس یا متضاد پلیداکتیلی اولیگوداکتیلی هست. پرفیکس اولیگو به معنی فیو یا سکنتی هست. هر دو به معنی کم هست. مثالی که براتون زدم اولیگوداکتیلی هست. به فردی که تعداد انگشتان دست یا پاش کمتر از عدد 5 باشه بهش میگن اولیگوداکتیلی. یا ممکنه انگشت در دست باشه ولی رشد کافی رو نداشته باشه. اون هم جزء اولیگوداکتیلی محسوب میشه. این هم در واقع در اثر موتاسیون ها، سندروم های ژنتیکی مثل سندروم ترن اولیگوداکتیلی رو داریم. پرفیکس بعدی پرفیکس پان هست. پان به معنی all هست، همه یا در واقع کلیت چیزی. مثالی که براتون زدم پانسایتوپنیا هست. کاهش سلولهای خونی. پان به معنی کل سلولهای خونی. پنیا جزء سافیکس هایی بود که به معنی deficiency یا decrease بود، کاهش یافتن. A decrease in all three hematologic cell lines. کاهش کل رده های سلولی. منظور از رده های سلولی چی هست؟ منظور white blood cell گلوبول سفید، red blood cell گلوبول قرمز و پلیتلت یا همون پلاکت هست. تو این شکل میبینید که کل سلول های خونی کاهش پیدا کردن. در برخی از آنمی ها ما پانسایتوپنیا داریم. در خونریزی های شدید فرد ممکنه که پانسایتوپنیا رو تجربه بکنه و در بیماری هایی که در اون ضعف سیستم ایمنی وجود داره هم ممکنه پانسایتوپنیا دیده بشه. پرفیکس برادی و تاکی. تاکی به معنی رپید هست، یعنی تند و سریع. مثال ملموسی براتون زدم. تاکیکاردی، fast heart rate یا fast heart beat، یعنی به فردی که تعداد ضربان قلبش در دقیقه بیشتر از 100 بار باشه بهش میگن تاکیکاردی. همتون تجربه کردین تاکیکاردی
فیزیولوژیک رو، زمانی که اضطراب دارین، زمانی که تنش دارین دچار تاکیکاردی میشین. تاکیکاردی پاتولوژیک هم داریم، مثلا در مشکلات قلبی عروقی، در واقع آریتمی های قلبی، در فشار خون بالا ما تاکیکاردی رو داریم. متضاد تاکیکاردی برادیکاردی هست. برادی به معنی اسلو هست. به فردی اشاره داره که میزان ضربان قلبش در دقیقه کمتر از 60 بار باشه. slow heart rate یا slow heart beat. خب رسیدیم به مبحث تمرین ها. مثل همیشه خوشحال میشم که ما رو با لایک و سابسکرایبتون همراهی بفرمایید. تمرینی که قرار دادم به هم وصل کنید یا مچینگ هست. ستون اول اصطلاح پزشکی رو قرار دادم و ستون دوم تعریف هر اصطلاح رو قرار دادم. با توجه به اصطلاح پزشکی باید تعریف مورد نظر رو انتخاب کنید. یه تایم کوتاه میدم تا تمرین رو مورد بررسی قرار بدید. خب تمرین اول اصطلاح هایپوتنسیو. گفتیم تنشن به معنی پرشر هست یا فشار. هایپوتنسیو یعنی فشار پایین. پرفیکس هایپو به معنی لو بود، به معنی پایین بود. پس جواب میشه گزینه C having low blood pressure. سوال دوم اولیگودونشیا. اولیگو پرفیکس به معنی کم بود، scanty. don't یا dent ریشه به معنی دندان بود. در واقع به فردی اشاره داره که تعداد دندانهای دائمیش از 28 عدد کمتر باشه. پس جواب میشه گزینه E less than the normal number of teeth. کاهش تعداد دندانها. تمرین سوم پان پلیجا. پان گفتیم پرفیکس به معنی all هست، همه. پلژی در فارسی یا پلیجا به معنی فلج هست، پارالیسیس. بخوایم معنیش کنیم میشه فلج کل اندام، فلج کل بدن. پس جواب میشه گزینه D total paralysis. paralysis به معنی فلج هستش. سوال چهارم هایپر ونتیلیشن. گفتیم ونتیلیشن به معنی تهویه هستش. هایپر یعنی زیاد، بیش از حد. پس جواب میشه گزینه A excess breathing. و در نهایت سوال پنجم تاکیپنیا رو مثال زده. تاکیپنه پنه به معنی breathing یا نفس کشیدن هست. تاکی پرفیکس به معنی سریع بود یا fast. جواب میشه گزینه B abnormally fast breathing. خب در پایان مثل همیشه تشکر میکنم که ما با لایک و سابسکرایبتون همراهی میکنید و ممنونم از توجهتون.